ما قاسم جان ظریفی به خاطر که همجا یک دو شعر نوه همه را گفتیم که ثبت کنیم یکی انا سیوف دادتیم چوبش کنه ایسی شعر دارم یک وقت همون استاد خیراندهش گفت که ظریفی چند سال های در اون تخخانه گفتم قریب 20 سال شد و گفت یگون چیز درباره همون پدولت بنویس درباره هم تخخانه بعد اون خیلی 20 سال شد بعد یگون چیز ننویسیم این سال خیلی 20 سال شد در هم تخخانه و همه خاطر تخخانه گفته یک چیز درباره همین تخخانه نوشته. تخخانه چی؟ خواهد بخونیمش استاد بعد معلوم میشه. تخخانه زیر یک چوریتجه ده تخخانه ده 20 سال شد فعالیت میکنه هم همون خوابیم جای خوابمونه هم جای کار تخخانه من شاعری بخوانم چون بامز در تخخانه یک مرغک به بال و پر در جستجوی دانه تخخانم هم کارگاه هم خانم تو لیلی شبرنگ من قیسک دیوانه من کورموش تو لانم من چوز تو ویرانم شد 20 سال با همه من محبسی تو زانم گاه برایم کنتی تو گاه برایم منتی تو ای سرپناهم در وطن سر تا بپا سمنتی تو گه آبتای چکچکان گاه زتاپت تا میان با این همه فرسودگی بر دوش تو 4 آشیان چون چشم من غمناک تو چون قلب من چون چشم من نمناک تو چون قلب من غمناک تو گاه سویتت روشن است گاه چومن به تاک تو این گرده درد از دست توست این روی زرد از دست توست از 6 طرف سردی تو این سینه سرد از دست توست درد میان هم مال توست از بازوان هم مال توست شبها به خود گپ میزنم ترس زیان هم مال توست بالا بهشت زندگی پایان جهنم بندگی بین عروف افتاده ایم با جامه های کندگی ترسم بمیرم بیخبر چون کورموش در لانم خاموش گردم همچو چوب در گوشه ویرانم از پا بیفتم همچو مرغ در جستجوی دانم پدرود خواهم گفت و رفت چون بامز من تخخانم گویند جان داد دست قیس با این دل دیوانش آزادی را نادیده مرد این محبسی در زانش پروا ندارد هیچ کس از مردم تخخانه ها بر هیچ کس در کار نیست این گنج در ویرانه ها با این همه افسانم شکری خطی پیشانم بین همه بخانه ها من صاحب تخخانه این به قریبی همین خنکی ها در هر شعری که بنویسید مال یک درده یک درده یک چیزی هست که مجبور میکنم این سخنها را بنویسیم من موی اوگوست شد چکار نو کردن 6 موشید بود که هم جای خوم سوید ندارم شد که جای خوم روچت نکردم کار میکنه سویدش جای خوم نیست و جای کار او 81 دیرم شده با قیمت شده سوید جای خوبم هم قسم کار میکنه 600 توم 700 توم خیر رفتیم با جالب بکردیم عریضه بنویس که من همونجا زندگی میکنم با من دیدم که خیلی در حقیقت همونجا زندگی دارم های وعده کردن که چی میکنم خیلی شغل توریستون میاد توریستون دارم میتن البته سویدن شعری نوشتیم که شعور اون کتمان معلومات نه ما حرکت میکنم شعری بنویسم که معلوماتم نکنم همون آدم همه خیلی تنقید کردن در کار که خودش کیف کنم شعر بخونم وظیفه حجم هم میاد همین کمبودی رو یک خیلی بفهمونم توشته مرده که قهرش نکنه بکنه ولی قهرش میکنه بزنه تو سوز نوشته نتونسته حجم ما با شخصیت ها کار ندارم
ما عمومی پرابلمایی که به هممون داخل داره میبینم و زیب میشم توجی که تیت پیتم وطن پورا شیروی هستن که پرابلمای عمومی هن پرابلمای وازمینی توجی کن اتای ما راسیه دای ای تقای سوید کش شیری سوال جواب چرخ زدم دنیا را کوه داشت صحرا را چی چیزی را که دیدم ای او چیزی پرسیدم و سوالای هر خیله جواب دادم یک خیله پرسیدم ما دریا را ای سمندی بودپا را گذشت عمر ما را وحدت قطره ها را ای چکچک توجیکو دریا میشیده باشه دریا صد آهنگ زده تور دف چنگ زده چوبانگی بانگ زده سروش در سنگ زده گفت که خدا میدونه پرسیدم ما دنیا را مکانی رفته او را ای عجوزه برنو را قلندر دورو را این ملت سوروکش یک جا میشیده باشه قلندر آه کشیده با قامت خمیده احوال ما را دیده با حال ما خندیده گفت که خدا میدونه پرسیدم ما آسمانا ای گریان خندانا خانه تیر کمانا کبودکش کلانا ای منمن توجیکو مومو میشیده باشه کبودکش خون گریسته همچو زبان پیسته با سویم نگریسته با گوش من آهسته گفت که خدا میدونه پرسیدم ای فلک ای پلکبان پلک ای هیلگر شلک ای مدام در غلطنک ای قوم شاعر کورکن بینا میشیده باشه ای پلکبان فلک خم شده سوی پلک به هر تربوز کلک و گوش هر هندلک گفت که خدا میدونه پرسیدم ای تلفن ای اختراع انسان ای فایده و ای زیان ای اینترنت ویران همین محمد اقبال آرام میشیده باشه تلفن گود کده زاریدکش بود کده اکرانش کبود کده بطریکش دود کده گفت که خدا میدونه پرسیدم ما ای زردوشت ای پیغمبر هفت پوشت ای دین مونده ای روشت آتش ترا کی کشت ای شراره طلبه کف آتش میشیده باشه عبدالقادر به شستش به روح ناشکستش به قلب نارپرستش اوستایش در دستش گفت که خدا میدونه پرسیدم ای ظریفی که ای شاعر میفی یگانه به حریفی شایسته تعریفی سویتای پدولت دریان میشیده باشه جان و تیمی پدول خلاص میشیده باشه ظریفی خنک خورده با پریستوپ گرده با خاطری آزرده نیم زنده و نیم مرده گفت که خدا میدونه اینم خیلی با بسوره خنک خورده میزمستون و خیلی پدولده 20 سال شد اینم 20 سال شد با نامعلوم با چند سال دیگه میستیم یا بخیرم اکسپریمنت رفته است خیلی که کمی شاعر چند وقت زندگی کم میتونه در پدول این شاعر هم سرجام بوده 20 سال البرا میگردم سازم میخیزم میشینم خیلی دیولا را قپیده یک بالا کده شاعر مردم سرجام میشود بای پدول و بای چقریو متحنه میتیم در گجوی باشیم گابونا میگیم ای پشتی ملت پشتی وطن دفاع میکنیم